چیزی که الان میبینی نه از روسیه است نه از آمریکا، بلکه از جاییه که هیچ کس انتظارش رو نداشت. میگن این موشک میتونه در کمتر از 5 دقیقه از تهران به هدفش برسه بدون اینکه هیچ راداری ببینتش. اما آیا واقعا ایران وارد باشگاه موشک‌های هایپرسونیک شده یا فقط یه نمایش تبلیغاتیه؟ در چند سال گذشته رقابت بین قدرت‌های جهانی وارد مرحله‌ای شده که سرعت حرف اول رو میزنه. موشک‌هایی که با سرعتی چند برابر صوت حرکت میکنن، به قدری سریعن که هیچ سامانه‌ای فرصت واکنش نداره. و حالا ایران با رونمایی از موشک فتاح 2 ادعا کرده به این فناوری رسیده. فناوری که تا دیروز فقط در اختیار آمریکا، روسیه و چین بود. در خرداد 1402 ایران از دومین نسل موشک هایپرسونیک خودش با نام فتاح 2 رونمایی کرد. طبق گفته‌های رسمی این موشک به فناوری گلاید هایپرسونیک مجهز شده. یعنی سر جنگی اون پس از خروج از جو میتونه با تغییر مسیر از پدافندهای دشمن فرار کنه. سرعت نهایی فتاح 2 تا 13 ماخ اعلام شده، یعنی بیش از 16,000 کیلومتر در ساعت. بردش هم حدود 1400 کیلومتر تخمین زده شده. اما این فقط ظاهر ماجراست، چون بخش مهمتر طراحی خاص سر گلاید و استفاده از مواد مقاوم به حرارته، چیزی که ورود به دمای بیش از 3000 درجه رو ممکن میکنه. در طرف مقابل روسیه با موشک KH-47M2 کینژال شناخته میشه. یکی از اولین سلاح‌های هایپرسونیک عملیاتی دنیا که بر پایه موشک بالستیک اسکندر ساخته شده. این موشک از جنگنده‌های میگ 31 پرتاب میشه و سرعتی تا 10 ماخ داره. کینژال در جنگ اوکراین هم استفاده شده، اما کارشناسان میگن هنوز به طور کامل گلاید هایپرسونیک نیست و بیشتر یک موشک بالستیک هواپرتابه. به عبارتی فتاح 2 از نظر فناوری مانور در فاز بازگشت طراحی مدرن تری داره. ایالات متحده با پروژه AGM-183 ARRW تلاش کرد اولین موشک هایپرسونیک عملیاتی خودش رو بسازه. این موشک توسط شرکت لاکهید مارتین ساخته شد. برای بمب‌افکن B-52 آزمایش شد. اما در سالهای 2022 و 2023 چند تست اون ناموفق گزارش شد و همین باعث شد پنتاگون مسیر توسعه رو به پروژه‌های جدیدتر مثل گلاید بریکر منتقل کنه. با این حال ARRW روی کاغذ سرعتی حدود ماخ 8 تا 9 داره، اما هنوز وارد خدمت رسمی نشده. حالا میرسیم به ویژگی‌های این موشک‌ها. ویژگی فتاح 2: سرعت نهاییش 13 ماخه. برد تقریبیش 1400 کیلومتر. نوع پرتابش زمین پرتابه. فناوری گلاید داره. وضعیت عملیاتیش اعلام شده. ویژگی کینژال: سرعت نهاییش 10 ماخه. برد تقریبی 2000 کیلومتر. نوع پرتابش هواپرتابه. فناوری گلاید نداره. وضعیت عملیاتیش هم استفاده رزمی ازش میشه. ARRW سرعت نهاییش 8 تا 9 ماخه. برد تقریبیش 1600 کیلومتر. نوع پرتابش هواپرتاب. فناوری گلاید داره. وضعیت عملیاتیش آزمایشیه. از نظر تئوری فتاح 2 میتونه از سطح زمین شلیک بشه و در چند دقیقه به ارتفاع بالا برسه، در حالی که موشک‌های روسی و آمریکایی نیاز به پرتابگر هوایی دارن. این یعنی ایران سلاحی ساخته که با زیرساخت زمینی هم قابل استفاده است. نکته‌ای مهم از نظر دفاعی و واکنش سریع.
اگه از این مقایسه ها خوشت میاد و دوست داری دقیق تر بدونی پدافندهای دنیا چطور با موشک های هایپرسونیک مقابله میکنن، حتما ویدیو رو لایک کن. کارشناسان خارجی معتقدند اگه داده های اعلام شده درباره فتاح 2 درست باشه، ایران رسما وارد جمع معدود دارندگان فناوری گلاید هایپرسونیک شده. با این حال هیچ تصویر یا ویدیوی رسمی از آزمایش پروازی کامل منتشر نشده و همین باعث شده تحلیلگران غربی بین باور و تردید باقی بمونن. اما نکته اینجاست، تا پیش از این بسیاری از کارشناسان هم باور نداشتند ایران بتونه سوخت جامد نسل جدید، هدایت دقیق و سر گلاید مقاوم به حرارت رو یکجا بسازه. چیزی که حالا به نظر میرسه در فتاح 2 تحقق پیدا کرده. به نظرت فتاح 2 واقعا همتراز موشک‌های روسی و آمریکاییه یا هنوز راه داره؟ نظرت رو حتما توی کامنت بنویس، چون دیدگاه تو برای ما مهمه. و اگه دوست داری در ویدیوی بعدی مقایسه بین پدافندهای ضد هایپرسونیک ایران، روسیه و آمریکا رو ببینی، حتما کانال رو سابسکرایب کن تا ازش جا نمونی.